جوان 22 ساله یهودی سخنرانی خود را در خطاب به مسلمانان اینطور شروع می کند. بسیار جالب است. من یک یهودی هستم و افتخار می کنم. شما به چی افتخار می کنید؟ مسجدی از فرقه شیعه را منفجر کردیم و به شما گفتیم کار فرقه سنی بوده و همین کار را با فرقه سنی ها کردیم و این طور کشت و کشتار را بین شما راه انداختیم. به فرقه سنی ها فهماندیم که دشمن درجه یک آنها فرقه شیعه است و این کار را با فرقه شیعه هم کردیم و نسل های مسلمانان را از بین بردیم. به چه افتخار می کنید؟ ماهواره هایمان را راهی خانه هایتان کردیم و شبکه های اختصاصی به تمام زبان مسلمانان ایجاد کردیم. فیلم های غیر اسلامی درست کردیم و آنها را درست وقت عبادت شماها پخش کردیم و اینطور اسلام شما را نابود کردیم. بازارهایتان را از لباسهای نازک و تنگ پر کردیم و هر روز به نازکی و تنگی آن افزودیم. به چه افتخار می کنید؟ فرهنگ دوستی پسرها را با دخترها را بین جوانان شما آوردیم و ایمان جوانان شما را سست کردیم. دانشگاه‌هایتان را با ترفندهای حرفه‌ای تعطیلی کردیم و امروز می‌بینیم دانشگاه‌هایتان فقط محل دوستی و رفاقت است. به چه افتخار می کنید؟ به عرب‌ها فهماندیم که دشمن سرسخت آنها فارس‌ها هستند و به فارس‌ها فهماندیم که عرب‌ها دشمن درجه یک آنها هستند. به چه افتخار می کنید؟ مدام به فارس‌ها از تاریخ درخشان گذشتگانشان می‌گوییم و آنها را در مقابل عرب قرار می‌دهیم. در بین شما سخنان در مورد بزرگان شما درست کردیم و شما هم استقبال کردید. لعن و نفرین دشمنان را به هر دو فرقه شیعه و سنی آموختیم و به آنها گفتیم که باید همدیگر را لعن و دشنام کنید. به چه افتخار می کنید؟ در افغانستان که ما دوچار مشکلات شدیم به این واسطه که هر کدام شما وقتی حرکت کردید، اگر رئیس جمهور شدید یک شیعه در کنار خود آوردید، اگر قوه اجراییه شدید شیعه را در کنار خود آوردید و بالاخره اگر پارلمان شدید و در این راستا. پس به این وضعیت در افغانستان امنیت نمی آید. بین دو کشور مسلمان فتنه انداختیم و به یک طرف اسلحه دادیم تا طرف دیگر را بکشند و همینطور نسل‌های شما را از بین بردیم. قرآن شما را طبق خاص خودمان تفسیر کردیم و بعضی ها را تکفیر کردیم و گفتیم کشتن اینها حلال است. مذهب جدیدی به نامهای وهابی و غیره درست کردیم و آنها را قوی ساختیم و برایشان اسلحه دادیم تا شما را بکشد و شما خواب هستید. به چه افتخار می کنید؟ برنامه‌های اجتماعی را بین شما رواج دادیم و شما را مشغول کردیم تا مبادا بیدار شوید و به سوی ما بیایید. فیلم‌های ساختیم و خیانت را به خانه‌های شما آوردیم و خیلی چیزهای دیگر را. و اما ای یهودیان سرافراز، امروز هیچ فشنگ روانه ما نمی شود، زیرا مسلمانان درگیر کشتار همدیگر هستند. شبها را راحت بخوابید. زمانی بود که اسلام بر جهان حکومت می کرد، اما امروز مسلمانان نمی تواند بر خود حکومت کنند. بلی آنها در عراق، سوریه، لبنان، یمن، لیبی، تونس، مصر، عربستان، افغانستان، پاکستان، ایران، قطر، کویت، امارات، ترکیه و خیلی جاهای دیگر دارند. همدیگر را می کشند. بلی چون ما با آنها فهماندیم که ما دشمن آنها نیستیم. جوان یهودی دستان خود را بالا برد و با تمام قدرت فریاد زد: ای محمد، اسلامی که تو آن را بر تمام جهان فرستادی امروز چراغ آن نور نمی دهد. ای محمد، دیگر کتاب تو خوانده نمی شود، زیرا اگر خوانده می شد پیروان تو هم دیگر را نمی کشتند. زمانی تو به آنها می گفتی یهودیان دشمن درجه یک تو هستند، ولی الان ما قاعده را تغییر دادیم. می بینی ای محمد، امت تو غرق در خون است. روزانه هزاران مسلمان کشته می شود، آن هم به دست مسلمان دیگر، زیرا به آنها یاد دادیم که آنها برادر نیستند، زیرا دیگر کتاب تو خوانده نمی شود. وای بر من، وای بر تویی که این پیام را پخش نکنی تا همه بدانند که دشمن درجه یک من برادر مسلمان نیست، یهود است. مشکل از ماست که از اسلام و قرآن دور شدیم، به سخنان پیامبر ما عمل نمی کنیم. این گونه باشیم این کفار تمام چیزها را از مسلمانان می گیرد. منتشر سازید تا می توانید شریک سازید. با تشکر از این که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.